هر 12 ساعت 12 دلار اتریوم بگیر. سلام کریپتولایتیا، حالتون چطوره؟ بچا توی این ویدیو واسهتون یک ایردراپ معتبر آوردم که شما خیلی راحت میتونید داخلش ثبت نام بکنید و هر 12 ساعت بونس 12 دلاری اتریوم بگیرید. و مینیمم ویترال این ایردراپ 120 دلاره و رفرال گیری هم داخل این ایردراپ اجباری نیستش. اما خب اگر شما رفرال بگیرید سریعتر به حداقل میزان برداشت یعنی 120 دلار خواهید رسید و بابت هر رفرالی که دریافت میکنید جداگونه 12 دلار بیشتر دریافت خواهید کرد. واریز این ایردراپ آنیه و وقتی به مینیمم ویترال این ایردراپ رسیدید خیلی سریع واسه ما واریز خواهند کرد. ثبت نامش هم خیلی راحته، فقط باید داخل 6 تا کانال تلگرام جوین بشیم. خب با هم دیگه ثبت نامش رو با هم دیگه یاد بگیریم. اینجا وارد ربات اتریوم کلاین بات میشیم و استارت رو میذاریم. در همین ابتدا واسه ما کلی کانال میفرسته، میبینید که کلی کانال فرستاده که نگران نباشید، لازم نیست که داخل همه‌شون جوین بشید، فقط کافیه که داخل این کانال های بالایی که اینجا گذاشته جوین بشید. حالا اینجا میبینید که یه سری کانال دیگه هم هست که جوین شدن داخل اینها اجباری نیستش و همچنین اینکه اینجا هم یه دونه کانال پایین هم گذاشته که کانال پرداختیاشون هستش. داخل این یکی هم باید جوین بشید، این یکی و این بالایی ها. و بعد از اینکه داخل اینها جوین شدید روی دکمه چک بزنید و الان واسه ما یه دونه کانال یوتیوب هم فرستاده که این یکی رو سابسکرایب کردن هم لازم نیست. روی دکمه چک بزنید کافیه و اینجا الان به ما خوش آمد میگه و این لیست هم واسه ما باز میشه. خب اولین کاری که ما باید اینجا انجام بدیم اینه که روی دکمه بونس بزنیم و این مقدار اتریوم از این ایردراپ دریافت کنید. خب اگر شما بعد از 12 ساعت بیاید و دوباره روی دکمه بونس بزنید دوباره این مقدار اتریوم از این ایردراپ دریافت خواهید کرد و الان فعلا نمیشه. و همچنین اینکه اگر روی ولت هم بزنید ما میتونیم اینجا ولتمون رو ست بکنیم و آدرس کیف پولمون رو بدیم. خب روی ولت میزنیم و روی دکمه شیشه‌ای که اینجا گذاشته روی ست ولت هم میزنیم. الان یه دونه تبلیغات هم واسه ما میاد که میایم این پایینتر اینجا به ما گفته که آدرس کیف پول اتریومتون رو بفرستید. خب برای اینکه آدرس کیف پول اتریوممون رو بفرستیم ما وارد نرم افزار تراس ولت میشیم اینجا و اینجا وارد نرم افزار تراس ولت که شدیم میریم توی قسمت سرچ توکن ها و اینجا اتریوم رو ETH رو اینجا سرچ میکنیم. میبینید که اتریوم بالا بیاد و ریسیو رو اینجا میزنیم و کپی میکنیم آدرس کیف پولمون رو و اینجا واسه ربات میفرستیم. خب اگر دوباره روی دکمه بونس بزنیم اینجا به ما گفته که شما میتونید بعد از 11 ساعت و 58 دقیقه دیگه دوباره برگردید روی دکمه بونس دوباره بزنید و ما بعد از 12 ساعت دوباره میایم اینجا و اونو میزنیم و دوباره میگیریم. و همچنین اینکه اگر بخواید سریعتر به حداقل میزان برداشت این ایردراپ برسید، حالا اینجا نشون بدم اگر روی ریدیم بزنید به ما گفته که حداقل میزان برداشت این ایردراپ این مقدار اتریوم هستش که چیزی حدود 120 دلار میشه. و اگر بخواید سریعتر به این میزان برسید شما میتونید با این لینکی که اینجا گذاشته برای این ایردراپ رفرال جمع بکنید و به حداقل میزان برداشت سریعتر برسید. اما خب همونطور که گفتم شما میتونید فقط با دکمه بونس هم به حداقل میزان برداشت برسید و رفرال گیری خیلی اجباری نیستش. خب دیگه چیز خاصی نمونده، کل کاری که باید انجام میدادید همین بود. تنها کاری که مونده که انجام بدید اینه که به حداقل میزان برداشت برسید. دیگه چیز خاصی نداره. لینک این ایردراپ رو به همراه کانترکت آدرس توی دیسکریپشن این ویدیو قرار میدم. اما خیلی ممنون میشم قبل از اینکه برید داخل این ایردراپ ثبت نام بکنید لایک رو بزنید و یک کامنت هم جهت دلگرمی واسه ما توی قسمت کامنت ها بذارید. همچنین اگر دنبال ایردراپ های معتبر دیگه هم هستید لطفا کانال ما رو سابسکرایب بکنید و اگه زنگوله کنارش رو بزنید وقتی ویدیو جدیدی توی کانال آپلود میشه شما میتونید اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینید و این ایردراپ های فوق العاده رو از دست نمیدید. امیدوارم که یاد گرفته باشید، جیباتون پر پول باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.